چرا نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه از 2,500 قریب به 7,000 سامانی رسید؟ خبرنگاران در این نشست می‌خواستند به این سوالشان از رئیس خدمات ضد انحصار پاسخ بگیرند، ولی پاسخ رئیس خدمات دقیقاً چنین بود که دستشان برای تنظیم نرخ بسته است. ما در بازار مسافرکشانی هوانوردی مونوپولیست نداریم. یک تا شرکت ملی داریم، سامان ایر، که همگی 14.7% بازار را تشکیل می‌کند. دیگه همش شرکت‌های خارجی است. هست سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیون روسیه از سال 2001 اگر خطا نکنم، که در آنجا مقرر شده که نرخ چیپتر را مقام شرکت‌ها خودشون معین می‌کنند. در خدمات ضد انحصاری گفتند به همتایان روسشان مکتوب کردند تا نرخ گران بلیط‌ها را سنجند، ولی این درخواست قانع نشده است. در تمام دولت‌ها سمت بین المللی نرخ چیپتای هواپیما آزاد است. اینا یگام دولت تنظیم نمیکنه. این تحت تنظیم دولتی یا اینکه یگام قانونگذاری ضد انحصاری قرار نمیگیرد. ما اینا تحلیل کردیم، حتی دولت‌های سنگی، حتی ما فدراسیون روسیه مقامات دولتی ضد انحصاری فدراسیون روسیه مکتوب کردیم که شما یگام تحلیلات دارین، یگام تاثیررسانی هست. آیا فقط جواب دادن که این تحت تنظیم ضد انحصاری قرار نمیگیرد، این شما خودتان میدونید. نرخ بلیط از تاجیکستان به روسیه در آغاز ماه ینور یک بار بلند شد. مسافران این سمت که اساساً مهاجران هستند از هر سامانه بالا رفتن نرخ ناراضی اند. بلیط قریب 6200 پرامور ریس. کجا؟ مسکو. اینا یک 15 روز پیش 3200 بود، داری من رفت 3200 سنده ما خریدیم پرامور ریس رفت بازی حالا کرده 6200. این کجا دای نظارت؟ این نظارتی این خودش 3200 کجا رفت؟ مسکو. سببش ما نمیدونیم که از چی سبب قیمت کارکنان نمیدونن خودشون که چی سبب است، سبب خودشون نمیدونن. خلا 2.5-3 سبکتره همین هم و اینه که 2.5-3 نرمال نه اخی 6 می وزمینی بعد. بلیط هواپیما در تاجیکستان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی گرانتر است. به این خاطر یک گروه کلان شهروندان مجبور می شوند از طریق کشورهای همسایه به روسیه سفر کنند. در نشست خدمات ضد انحصار این نکته هم مطرح شد که بلیط هواپیما به آن خاطر قیمت است که ارزش سوزشواری هواپیما و خدمت رسانی فرودگاه‌ها در تاجیکستان گران می باشد. مقامات این نکته را رد نمی کنند. در حقیقت نسبتی اگر فرودگاه الماتو گیریم، نسبتی فرودگاه توشکان گیریم یا اینکه قرقیزستان گیریم، نرخ‌نما نسبتاً بالاتر است. به خاطری که اگر در فرودگاه الماتو در یک روز 10 سامانه بشینه، از مدت 2 سامانه میشینه. شکایت ها از دندان شکن بودن نرخ بلیط هواپیما از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می‌دهد. برخی متخصصان و هم نمایندگان مقامات یک راه حل را در جاری کردن فضای باز می‌بینند. بسیار دولت‌ها پرینسیپی فضای آزاد قبول کرده بودند. یعنی فضای آزاد وقتی قبول می‌کنند، خدمت رسانی ها قریب که بدیم و در خطا نکنم قریب 70-80% ارزان میشه برای شرکت‌های هواپیمایی. سالانه صدها نفر شهروندان تاجیکستان برای پیدا کردن جای کار مجبورند که به روسیه بروند. به خاطر بسته بودن راه‌های زمینی اکثریت مجبورند از طریق هواپیما به روسیه سفر کنند. به این خاطر پست و بلند شدن نرخ بلیط برای بسیاری ها مهم است. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.